وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک بعونی الله سبحانه و تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، یعنی درس‌های زبان عربی برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند. درس امروزی ما با یاردم الله تعالی الدرس العاشر، یعنی درسی دهم نیز مانند درس‌های گذشته به خود کلمه های نو دارد و همچنین خیلی هم قاعده های زیاد دارد. به خاطر آن که وزنی نافتد گفته، بعضی قاعده های آنها را ذکر میکنیم، از همه مهمترین قواعد آنها را اختصار کردم. البته قاعده اساسی را مجبور هستیم که با تفصیل بیان کنیم که این موضوع اساسی درس می باشد. نه، یکی گفتیم الکلمات الجدیده، دیگری چه؟ قاعده، یا که گفتیم عنوان درس. الکلمات الجدیده للدرس العاشر، کلمه های نو برای درسی دهم. فتن، اگر در سرش الف لام داخل شود، الفتا تنوین از بین می رود، زیرا در درس‌های گذشته گفتیم که الالف و اللام و تنوین لا یجتمعان فی اسم واحد، یعنی الف لام و تنوین در یک وقت در یک کلمه داخل نمی شوند، زیرا اینها مقابل یکدیگر می باشند. اگر تنوین علامتی نکیره باشد، الف لام علامتش می شود معرفه می شود. الفتا یا که فتا جوان بچه را الفتا می گویند. فتیه جمعش می شود. زمیل همکار، همصنف، فهمیدید؟ همصف. زمیل جمعش زملاء، جمع شکسته است و همچنین الممنوع من الصرف است. گفتیم که کدام اسمی که در وی تنوین را دیده نشود، اگر با حرکت گذاشته شده باشد و بینید که در آن تنوین نیست، وی غیر منصرف است. واحد یک، یا که یکتا. زوج همسر، کلمه همسر هم برای مرد استفاده برده می شود و هم برای زن، زیرا هر دو همسران. اون خیلی است. خب، جمعش ازواج. در از کلمه زوج جفت را می گویند، جفت. طفل کودک، جمعش اطفال. اخت خواهر، الجمع اخوات. این رو جمع المؤنث سالم میگویند. جمع های در بالا ذکر شده را جمع های تکثیر میگویند، شکسته. اخ برادر، یعنی برادری نسبی می شود که برادری دینی هم باشد. فهمیده؟ خواه برادری دینی باشد، خواه برادری نسبی باشد، آن را اخ می گویند. دو نمودی جمع دارد، اخوه
اخوان المسلمین از همین گرفته شده است، گرچنده که وایها طوری که علما گفتن خوان المسلمین هستند، یعنی که در مسلمان ها خیانت کردگی. مع با همراهی یا که با، درباره این کمی قاعده رو میگذاریم اندک، چون این ظرفی مکان می باشد. الکویت یا که الکویت این نام دولت است، دولتی کویت. الدرس العاشر، درس دهم. موضوع اساسی درس دهم از چی عبارت است؟ الضمائر، ضمیرها. الضمائر درس رو شروع کردن نمی شود برای ترجمه کردن، زیرا در شروع، در ابتدای درس از ضمیر سر می شود. من، انت، گرچنده بعضی ضمیرها گذشتند، از بس که در اینجا اکنون ضمیرها با ضمیر منفصل و متصل پیوست می شود، ما مجبور شدیم که در همین جا با تفصیل ضمیرها را چیکار کنیم؟ فهمانیم. ضمیر گفته یعنی جانشینی های شخصی را میگویم، یعنی یک شخص را یک شخص را چیکار نمیکنن؟ نامش ذکر نمیکنن، خودش را ذکر نمیکنن، و جای او چی؟ ضمیر را ذکر میکنن. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. موضوع درس از چی عبارت بود است؟ الضمائر، ضمیرها. نعم. الضمائر في اللغة العربية هي كل اسم مبني دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. این قاعده خیلی هم قاعده مهم است برای بارک الله فیکم. فهمیدید؟ برای خاطر تعریف ضمیر را دانستن به طریق اختصار این قاعده را باید که ازبر دانسته شود، ازبر کرده شود. الضمائر في اللغة العربية هي كل اسم مبني دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ضمیرها گفته در زبان عربی چرا می نامند؟ ضمیرها یا که ضمیر گفته هر اسمی را می نامند که وی مبنی باشد. هر اسمی مبنی. وقتی که ما گفتیم ضمیرها اسم هستند، معلوم می شود است که ضمیرها نمی شود است که حرف باشند. بگذار در بعضی ضمیرها را می گذاریم حالا عبارت از یک تا حرف می باشند. فهمید؟ یک تا حرف است، اما وی را حرف نامیده نمی شود. برای همین تعریف ضمیر چی می گویند؟ الضمائر هی کل اسم، هر اسمی را می نامند که مبنیین، وی مبنی است. وقتی که ما مبنی گفتیم معلوم می شود که وی اعراب را لفظا نمی گرفته است، زیرا مبنی یک چیز را می گویند که آخرش دیگرگون نمی شود. بگذار عامل ها کدام نمود عاملی که نباشد در سری او، عاملی رفع باشد در سری او، عاملی نصب باشد، عاملی جر باشد، چه وی لفظا آخرش دیگرگون نمی شود. وقتی که ما گفتیم لفظا نمی شود معلوم می شود که دیگرگون می شود، اما اعرابی او تقدیری می باشد. فهمیده؟ предположительно نمی گویند در زبان روسی، تقدیری. ضمیرها اسم بودند، فعل نیستند، حرف نیستند. مبنیون، مبنی بودند. معلوم می شود که با مقابل مبنی چی است؟ معرب. معرب آن کلمه رو میگویند که خب آخرش دیگرگون میشود. بگذار کلن دیگرگون نشود هم وی را معرب مینامند. آیا اسمی هست که مثال گیریم، برای مثال آخر او کلن تمام نمود اعراب قبول نکند؟ هست اسمهای غیر منصرف. در وقتی رفع با ضمه خوانده میشد آنها را، در وقتی نصب و جر نیز به فتحه خوانده میشد، کسره را قبول نمیکنند. فهمیده؟ نعم. الضمائر في اللغة العربية هي كل اسم
مبني دل على متكلم او مخاطب او غائب. هر اسمی مبنی را مینامند که وی دلالت به شخصی یکم کند. نگاه کنید، دلالت به شخصی یکم کند گفته ما چی را میفهمیم؟ انا، من، نحن، ما. برای مثال این همش مستقل میگذاریم. او مخاطب یا که دلالت به شخصی دویم کند. اینها به تعبیر امروزه من گفته است، مگر نه به تعبیر علمای پیشینه شخصی یکم گفته سخنگوینده را گویند، شخصی دویم گفته اینه مخاطب شخصی را گویند که با وی سخن گویند و غایب شخصی را گویند که سخن از وی گویند، یعنی شخصی سیوم میگویند. بنابراین ما و شما به تعبیر امروزه گذاشتیم فعل ها را که شخصی سیوم ضرب ضرب ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، بعد از آن شخصی دویم ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن. با شخصی یکم را گذاشتیم بعدی مخاطب، یا که بعدی شخصی دویم شخصی یکم را ضربتو ضربنا، من زدم ما زدیم. ضمیرها هر اسمی مبنی بودند که دلالت به شخصی یکم میکند او مخاطب. یکتی مثال میارم. مخاطب مثلا انت، انت، یا که به غایب کند هو. گفتیم این محمد هو فی الغرفه، فهمیده؟ این عباس هو فی الحمام، فهمیده؟ خب زنان هم باشد این عائشه هی فی المطبخ، فهمیده؟ و تنقسم الى قسمین. این ضمیرها در نوبت خود به دو قسم تقسیم می شوند. هما و ها کدام ها هستند؟ ضمائر متصله، یکم قسم ضمیرهای متصل می باشند، ضمیرهایی که پیوست می شوند، فهمیده؟ ضمائر متصله. دویم قسم چی؟ ضمائر منفصله، ضمیرهایی که جدا نوشته می شود ها را. اکنون با پیوست کردن نوشته می شود گفتن ما، یا که جدا کردن نوشته می شود گفتن ما، این تعریف نمیگویند، یعنی تعریفات نمیگویند از نگاه قاعده زبان عربی. بنابراین باید که ما قاعده را از بردانیم که ضمائر متصله کدام نمودی ضمیرها می باشند. یا کل ضمیر، هر ضمیری که لا یستقل بذاته، خود به خود مستقل ذکر نمی شود، یعنی همچون ضمیر وی را تنها به دیگر کلمه وی را ذکر کردن نمی شود، مستقل نمی باشد. یا کل ضمیر لا یستقل بذاته ولا یقع بعد الا، یگان مراتبه نمی شود که وی را بعد از الا دیده شود. لا اله الا الله هو، لا اله الا الله هو این ضمیر است، فهمیدید؟ این ضمیر است، اما این را ضمیر متصل نمیگویم. بنابراین یکی از نشانه های ضمیر متصل چی بوده است؟ وی تنها ذکر نمی شود، مستقل نمی آید، تنها نمی آید خود به خود، البته با یگان کلمه پیوست شده می آید و همچنین بعد از الا تماما وی را ذکر کرده نمی شود. فهمیدید؟ الا هو گفته نمی شود، طوری که صوفی ها می گویند الا هو یا هو، و یا همون هو را می گویند اکو در وقت وقف هو می گویند. نه. و یتصل بآخر الکلمه، این سیم نشانش می باشد. سیم نشانش از چی عبارت است؟ ضمیر متصل فقط در آخری کلمه پیوست می شود، در اول در میانه نبوده است، فقط در آخری کلمه پیوست می شود. بنابراین به سه نشانه ما، یا که سه تعریف دارد، یا که به سه جمله ما، یا که به سه عباره ما ضمیر متصل را فهمانیده می توانیم.
و ضمیرهای متصل را مستقل ذکر کرده نمی شود. دوم، ضمیرهای متصل را بعد الا ذکر کرده نمی شود. سوم چی بوده است؟ ویها را در وقت پیوست کردن تنها در آخری کلمه پیوست کرده می شود. فهمیدید انتم معی؟ شما همراه من هست یا که همراه جایگاه؟ نه. یکم نمودی ضمیرها ضمائر متصله گفتیم. دوم نمودی ضمیرها ضمائر منفصله. هي كل ضمير ينفصل عن الكلمه. ضمیر منفصل هر ضمیر را مینامند که از کلمه آن را جدا کردن می شود. از کلمه وی را جدا ذکر کرده می شود. پیوسته نیو، جدا. و یستقل بذاته، خودش بدون دیگر کلمه ها مستقل ذکر می شود. به یگون کلمه خودش مستقل ذکر می شود. و یقع بعد الا، بعد از الا ذکر می شود. می شود که بعد الا وی را ذکر کرده شد. لا اله الا الله هو. وقتی که مثال لا اله الا هو گفتن، لا اله الا الله، این نام الله، خودی الله اصلا خیلی است نام الله. اگر نام الله را به ضمیر ذکر کرده شود، با کدام نمودی ضمیر وی را ذکر میکنن؟ با ضمیر منفصل. لا اله الا هو نمیگوین، لا اله الا هو می باشد. فهمیدید؟ هو. فهمیدید؟ لا اله الا انت، این خطاب به الله. فهمیدید؟ لا اله الا انت سبحانك. فهمیدید؟ هر ضمیری که وی را از کلمه جدا کرده می شود، پیوست کرده نمی شود و آن را مستقل ذکر کرده می شود و آن را بعد الا ذکر کرده شود، وی را ضمیر منفصل نامیده می شود. هر چی که گفتیم عکس آن شود، وی را ضمیر متصل نامیده می شود. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ خب نه. و تنقسم الى قسمین گفتیم. ضمیرها به دو قسم تقسیم می شوند. هما ضمائر متصله و ضمائر منفصله. نه. و تنقسم، در مورد ضمیرهای متصل گام میزنیم، صحبت میکنیم. ضمائر متصله وهي تنقسم الى 3 اقسام. ضمیرهای متصل به 3 قسم تقسیم میشوند. ضمیرهای متصل به 3 قسم چی میشوند؟ تقسیم میشوند. بارک الله فیکم. و تنقسم الى 3 اقسام وهي للرفع. یکم قسم از ضمیرهای متصل ضمیرهای می باشند که ویها را استعمال کرده می شود در حالت رفع، یعنی ایمنیت لپدش. با ضمیرهای هستند که للنصب والجر، هم آن را برای نصب استفاده برده می شود وینیت لپدش و هم برای جر، هم برای نصب هم برای جر. سيوم قسم، القسم الثالث للرفع والنصب والجر. للنصب يمكن بترتيب كم للرفع والنصب والجر، هم برای ایمنیتی لپدش، هم وینیتی و هم ردیتی لپدش استفاده برده می شود. با تکرار میکنم. و تنقسم ضمائر متصله، یعنی ضمیرهای متصله تقسیم می شوند در نوبت خود
بس قسم إلى 3 أقسام، وهي للرفع يكم قسم، للنصب والجر القسم الثاني، والقسم الثالث للرفع والنصب والجر. فهمت؟ بيكم قسم يجزرين، وتنقسم إلى 3 أقسام، وهي القسم الأول للرفع تاء الفاعل المتحركة. يحكم أشكالهم چی بدست؟ تاء الفاعل المتحركة، تویی که وی فاعل هسته، یعنی انجام دهنده کار را فاعل می نامند، که به سوالی کی و چی جواب می شود. به سوالی کی یا که چی، کی برای جاندار، چی برای بیجان جواب می شود. توی فاعل حرکت دار مانند رأیتو من دیدم، رأیت تو دیدی، تو تا اینها رو چی میگویم؟ کدام نمودی؟ من ای نوعی ضمیر متصل. هم خلاص رأیتو تا در اینجا ضمیری متصل است. خب از کدام قسمشه؟ للرفع او للنصب والجر او للرفع والنصب والجر. از کدام نمودش است؟ میگید که للرفع، چونکه اینا چی میگوین؟ تاء الفاعل المتحرکه، توی فاعل حرکت دار میگوین. رأیت، ضربت، ضربت، نصرت، نصرت. فهمیده؟ الف الاثنين ضمير متصل للرفع. الف الاثنين الف دوگانه، ضربا ضربا همون الف از کو دوگانه می آید. ضربا ضربا وای رو چی میگوین؟ ضمیر متصل للرفع، برای رفع. برای چی؟ وقتی اینها را چی گفتن؟ اینها را انا فاعل میگوین، فاعل هستن، اینا انجام دهنده کار، هر دویشان زدن. ضربه واو الجماعه، واو جماعت باید که شما هم صرفی که نویسیم که همون صرف در دستتون باشه، میتونه فعل ماضی رو دیده، فعل فعل همون دیده، همین گفتگی ها منه قیاس کردن میتونه، مقایسه کردن میتونه. واو الجماعه، واو جماعت مانندی ضربو ضربو واو بسن، همین واو را چی مینامند؟ میگوید که ضمیر متصل للرفع. نون النسوه، نون زنانه، نونی که وای دلالت به زنان، جنسی زنانه میکنه. ضربنا ضربنا همون نون چی بوده است؟ ضمیر متصل للرفع. یاء المخاطبه، یای مخاطبه، این هم چی بوده است؟ ضمیر متصل للرفع. مثال اضربی، اضربی بزن، اکتبی بنویس. همه خلاص. افتحی بکشا، اقرئی بخوان. اکنون بارک الله فیکم هر چی که گفتیم تکرار میکنم. ضمائر متصله وهي تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول للرفع تاء الفاعل المتحركة نحو رأيت رأيت. ألف الاثنين نحو ذهبا. واو الجماعة نحو ذهبوا. نون النسوة نحو ذهبنا. ياء المخاطبة
نحو اذهبي. وهذه لا تقع إلا في محل رفع فاعل. این ضمیرهایی رو که ما ذکر کردیم حالا، اینها فقط در محل رفع واقع می شوند همچون فاعل. فهمیدید؟ در فعل ها همین ها رو می بینید که فاعل همین ها هستند، اینها در محل رفع می باشند همچون فاعل. وقتی که ما گفتیم ذهبوا، فاعل چیست در اینجا؟ واو الجماعه. در محل رفع می شوند اگر نائب فاعل هم شوند. مثلا اخرجتو مرا برآورده خارج کرده شد. فهمیدید؟ مرا برآورده خارج کرده شد. اخرجتو در اینجا تا نائب فاعل است در محل. خب در محل رفع می شود اگر اسمی کانه هم شود. مثلا کنتو در اینجا تو چی شده ایستاده است؟ اسمی کانه شده ایستاده است در محل رفع. اخرجتو، تو نائب فاعل شده ایستاده است در محل رفع. ذهبوا فاعل شده ایستاده است و در محل رفع. نه بسیار کلمه بسیار، یعنی که قاعده عجیب است همین درباره ضمیرها. نعم ما گفتیم که الضمائر في اللغة العربية هي كل اسم مبني دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وتنقسم إلى قسمين هما ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. ما تعرف ضمائر متصلة؟ هي كل ضمير لا يستقل بذاته ولا يقع بعد إلا ويتصل بآخر الكلمة. ما تعرف ضمائر أو ضمائر منفصلة؟ هي كل ضمير ينفصل عن الكلمة ويستقل بذاته ويقع بعد إلا. إن تعريف ضمير منفصل. أكن ضمائر متصلة وتنقسم إلى 3 أقسام. ضمير هاي متصلة بس قسم تقسيم شون، وهي كدمواسة للرفع. القسم الأول للرفع، القسم الثاني للنصب والجر، القسم الثالث للرفع والنصب والجر. نرجع إلى القسم الأول. بقسم يكون برمجردين قفتم كي ضمائر متصلة وتنقسم إلى 3 أقسام، وهي للرفع تاء الفاعل المتحركة نحو رأيت. ألف الاثنين نحو ذهبا. واو الجماعة نحو ذهبوا. نون النسوة نحو ذهبن. ياء المخاطبة نحو اذهبي. فهمت؟ بعد ذلك قفتم كي وهذه لا تقع إلا في محل رفع فاعل. اینها فقط در محل رفع می باشند همچون فاعل نحو ذهبوا، او في محل رفع نائب فاعل، یا که در محل رفع میان همچون نائب فاعل. اینا سونی میگذاریم. اخرجتو، او في محل رفع اسم کان، یا که در محل رفع می باشند همچون اسم کان نحو کنتو. در اینجا تو در محل رفع اسم کان است. اخرجتو در محل رفع نائب فاعل. ذهبوا در محل رفع فاعل.
القسم الثاني للنصب والجر، ضمیرهای متصله هستند که هم برای نصب می آیند و هم برای جر. کدام نمودی ضمیرها بود است؟ هاء الغیبه، هاء الغیبه یعنی هایی که دلالت به غایب میکند، هایی که دلالت به شخصی سیوم میکند. دو تا مثال میاریم. بیهی، بیهی یک مثال دیگر. اعطیه، اعطیه. بیهی یعنی با او، با وی. الباء حرف من حروف الجر. بعد از حرف جر می آمدگی کلمه را چی نامیده می شود؟ مجرور. به والهاء ضمیر متصل مبنی على الكسر، مبنی على الكسر في محل جر بالباء، در محل جر بسبب با. در همینجا هاء الغیبه دیدید در ضمیر متصل بوده، هم برای در اینجا یعنی در این مثال برای جر آمده ایستاده است. وقتی که ما گفتیم که اضرب هو، وی را بزن، اضرب هو، وقتی که ما اضرب هو گفتیم چی میشن؟ الهاء ضمیر متصل مبنی على الضم، خلاص مبني على الضم في محل نصب مفعول به، در محل نصب آمده است. معلوم است که هاء الغیبه دوتا در دو جا آمده، در دو اعراب می آمده است، هم برای جر و هم برای چه؟ نصب. یا المتکلم، یا متکلم هم، یا متکلم هم برای نصب می آید هم برای جر. مثلا ابی، ابی، اب در اینجا مضاف شده است و یا المتکلم مبنی على السکون في محل جر بالمضاف، در محل جر همچون مضاف شده است. اوکی. اینی، اینی، ان، ان، کأن، لكن، لیت، لعل ناصب اسمند رافع اندر خبر. ان، ان، کأن، لكن، لیت، لعل ششت حرف ناصب اسمند، یعنی بعدی آنها می آمدگی اسمشان نصب میکنند و خبرشان را رفع میکنند. ان الله، فهمیده؟ وقتی که ما اینی گفتیم، ان حرف من حروف المشبهة بالفعل وهي تنصب الاسم وترفع الخبر. اینها اسم را نصب میکنند و خبر را رفع میکنند. نه. و یا المتکلم ضمیر متصل مبنی على السکون في محل نصب اسم ان. دیده یای متکلم نیز هم برای نصب اومد و هم برای جر اومد. نه این نه. کاف المخاطب، کاف المخاطب، فهمیدید؟ ضمیری که همچون کافی خطاب برای دویم. مثلا رأیتک، رأیتک، من تو را دیدم. رأیتو فعل فاعل است، هم خیلی است، فعل فاعل است. من دیدم، ما احتیاج به چی داریم؟ چرا دیدی؟ چرا دیدی؟ که
والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. من ترى دیدم، پر کننده. دپلنی نمیگون با زبان روسی. لك برای تو، واللام حرف من حروف الجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير أي كاف الخطاب أو كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر وكي باللام. فهمیدید؟ البته این برادر که پیشتر بسیارتر که خواندگیان کم و بیش بسیارتر با یک دیگر قطعه انشالله مکالمه میکنید. هر چی که فهمیدید از این درس ها، هر چی که فهمیدید همون کفایت میکنه. و هذه لا تقع الا في محل نصب مفعول به. این ضمیرهایی که در بالا ذکر شدن کو هاء الغیبه یک تا، یا المتکلم دو تا، کاف المخاطب سه تا. از یادتون نبرد. هاء الغیبه، یا المتکلم، کاف المخاطب. اینها فقط در محل نصب می آیند، همچون مفعول به. رأیتک نه. او فی محل نصب اسم ان و اخواتها، یا که در محل نصب می آیند همچون اسم ان و اخواتش، مانند اینی. او فی محل جر اسم مجرور، یا که در محل جر می آیند همچون اسمی جر شده، نحو علیه، بیک و هکذا. یا که در محل جر می آیند همچون مضاف الیه، او فی محل جر مضاف الیه، نحو ماله، مالی، ماله مالی وای، مالی مالی من. اینها مضاف الیه شده است، یعنی مال را اضافه کرده شده است به ضمیر غیبه و به ضمیر چی؟ ماذا؟ متکلم، یا که یای متکلم. فهمید؟ بارک الله فیکم. ما گفتیم که الضمائر في اللغة العربية هي كل اسم مبني دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وتنقسم إلى قسمين هما ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. ضمائر متصلة هي كل ضمير لا يستقل بذاته ولا يقع بعد إلا ويتصل بآخر الكلمة. وضمائر منفصلة هي كل ضمير ينفصل عن الكلمة ويستقل بذاته ويقع بعد إلا. ضمائر متصلة وهي تنقسم إلى 3 أقسام، وهي للرفع تاء الفاعل المتحركة نحو رأيت رأيت، ألف الاثنين نحو ذهبا، واو الجماعة نحو الذهبوا، نون النسوة نحو ذهبنا، ياء المخاطبة نحو اذهبي. وهذه لا تقع إلا في محل رفع فاعل نحو ذهبوا، في محل رفع نائب فاعل أخرجت، في محل اسم كان أو في محل رفع اسم كان نحو كنت. للنصب والجر القسم الثاني هاء الغيبة نحو به اضربه، ياء المتكلم نحو أبي إني، كاف المخاطب نحو رأيتك لك. وهذه لا تقع إلا في محل نصب مفعول به نحو رأيتك، أو في محل اسم إن أو أخواتها وأخواتها إني، أو في محل جر
اسم مجرور نحو عليه بك، أو في محل جر مضاف إليه نحو ماله مالي. القسم الثالث قسم سيوم ضمير متصل، ضمائر متصلة للرفع والنصب والجر. للرفع والنصب والجر هم برای رفع اونها رو استفاده برده می شود و هم برای نصب و هم برای جر. فهمیده؟ کدام نمودی ضمیر بود است؟ نل فاعلین. فهمیده؟ نوعی فاعل ها، نه یکی و برای فاعل ها می باشد. مثلا ذهبنا، فهمیده؟ ذهبنا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع شي مشد فاعل. هم خلاص در محل رفع اومد. اعطنا، اعطنا بما عطاكم. فهمیده؟ نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مفعول به. خب ربنا نا مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وهذه تقع في المواقع السابق ذكرها. این هم واقع می شود در اون جاهایی که ذکر آنها گذشته، یعنی در هر جا که گفتیم. باقی مانده ضمیرهای منفصل می باشند. ضمیرهای منفصل برای رفع می باشند و برای نصب می باشند. ضمیرهای منفصلی که برای رفع می باشند تقسیم می شود به 3 قسم و تنقسم الى 3 اقسام، وهي متكلم انا نحن. القسم الثاني مخاطب انت انت انتما انتم انتن. غائب هو هي هما هم هن. نعم. این ضمیرها اگر به طریق آسان ازبر کردن شود، هو هما هم، هي هما هن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. آسان ترش. وهذه لا تقع الا في محل رفع. اینها فقط در محل رفع می آیند، همچون مبتدا، همچون خبر، همچون فاعل، همچون نائب فاعل. همین ضمیرهایی که گفتیم فقط در محل چی می آیند؟ در محل رفع. در محل نصب و جر نمی آیند، فقط در محل رفع می آیند. این مینیتی پیدا شده می توانند با اون خاطر که مبتدا یا که خبر شده است، یا که فاعل شده است، یا که نائب فاعل. 4 چیز می شود اینا، یا مبتدا، یا خبر، یا فاعل، یا نائب فاعل. از یادتون نبراید. نعم. دویم قسم ضمیری یا که ضمیرهای منفصل یا که منفصله، ضمیرهای نصب می باشند که و تنقسم الى 3 اقسام. اینها هم به 3 قسم تقسیم می شوند. برای متکلم ایای ایانا، برای مخاطب ایاک ایاک ایاکما ایاکم ایاکن، برای غایب ایاه ایاها ایاهما ایاهما ایاهم ایاهن. به طریق آسان ایاه ایاهما ایاهم ایاه ایاهما ایاهم
إياها إياهما إياهن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إياي إيانا أوسون تراش. وهذه لا تقع إلا في محل النصب. این ضمیرهایی که در بالا ذکر کردیم فقط در محل نصب می آیند، در محل رفع نمی آیند، در محل جر نمی آیند. همچون مفعول به مقدم شدنشان ممکن، یا که همچون مفعول به شدنشان ممکن، یا که همچون مفعول معه شدنشان ممکن، یا که معطوفة علی منصوب، یا که معطوف به منصوب شدنشان ممکن. فهمیدید؟ مفعول به مقدم ایاک نعبد، مفعول به هم خودش ما قابلت الا ایاک، من فقط به تو مقابل شدم. مفعول معه ذهبت و ایاه، من همراه او رفتم. معطوف به منصوب مانند انی و ایاکم لعلی هدى، البته من و شما در راه راست هستین. فهمیده؟ این بود یعنی که یعنی درباره ضمیرها گپ بسیار دارد و این اختصار کردیم، ولی همش نشد گفتم. الدرس العاشر، درس دهم. حامد، من انت؟ تو کیستی؟ من انت؟ تو کیستی؟ اگر شما رو پرسن که انت کدام نمودی ضمیر است، چی میگوید؟ ضمیرون منفصل. ضمیر منفصل باشد، ضمیر منفصل جر نمیشد گفتیم. اما خلاص یا برای رفع می باشه یا که برای نصب. برای چی است؟ برای رفع. وقتی که رفع شود از 4 تا یک چیز شدن در کار است. یا مبتدا است، یا خبر است، یا چی می شود؟ فاعل می شود. 4 چیز می شود گفتیم. یا گفتیم مبتدا می شود، یا خبر می شود گفتیم، یا فاعل می شود، یا کی نائب فاعل. هر دینا نزدیک است. نه حامد می پرسد که من انت؟ تو کیستی؟ محمد در جواب می فرماد که انا طالب بالجامعه، من دانشجوی دانشگاه، یا که من دانشجویم در دانشگاه. در اینجا در به معنای فی آمده است. باز میپرسد انت طالب جدید؟ آیا تو دانشجوی نو هستی؟ نعم انا طالب جدید. آره من دانشجوی نوم. من این انت؟ تو از کجا میشی؟ انا من الهند، من از هندوستانم. مسمک؟ نام تو چیست؟ اسمی محمد، نام من محمد است. در اینجا که آمد و یا متکلم آمد. فهمیده؟ کاف المخاطب و یا المتکلم. اینها کدام نمودی ضمیر بودن؟ ضمیر متصل. مسمک ضمیر متصل. کدام نمودش این؟ در محل رفع است، در محل جر است، در محل رفع است. چه؟ در محل جر. اسم مضاف هم مضاف الیه در محل. نام من محمد. حامد، ومن هذا الفتى الذي معك؟ و کس این جوان بچه‌ای که همراه توست؟ هو زمیلی، وی رفیق من است، وی همسنف من است، وی همکار من است. اهو ایضا من الهند؟ اگر او نیز از هندوستان است؟ لا هو من الیابان، نه او از ژاپن است. ما اسمه؟ نامش چیست؟ اسمه حمزه، نام او حمزه است. حمزه بارک الله فیکم غیر منصرف است. این رو گذاشتیم. فهمیدید؟ یک قاعده رو ذکر میکنم باید که به یادتون رسد. العلم المؤنث المختوم بتاء التانيث سواء اكان التانيث حقيقيا مثل عائشه ام لفظيا مثل حمزه. معلوم است که این ممنوع من الصرف است. کدام نمونش؟ العلمیه و التانیث. العلمیه و التانیث. کدام تانیث؟ لفظی. ما لغتك یا محمد؟ زبان تو چیست
ای محمد، یعنی که تو با کدام زبان حرف میزنی. همه خلاص. زبان تو چگونه است ای محمد؟ لغت الاردیه، زبان من اردو است. هي لغة سهلة آیا او زبان آسان است؟ نعم هي لغة سهلة، آره و زبانی آسان است. و حمزة ما لغة، و حمزه را زبانش چگونه است یا که کدام است؟ لغته اليابانية و هي لغة صعبة، زبانی او زبانی ژاپنی است، او زبانی دشوار است، مشکل است. نعم. این ابوک یا محمد، پدر تو در کجاست ای محمد؟ در اینجا ابو از اسماء خمسه است، من الاسماء الخمسه، فهمیدید؟ من الاسماء الخمسه، مرفوع بالواو وعلامة رفعه، نعم مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. خب چی گفت؟ پدر تو در کجاست ای محمد؟ ابی فی الکویت و هو طبیب شهیر، پدر من در کویت است، او دکتری مشهور است. و این امک، مادری تو در کجاست؟ هی ایضا فی الکویت مع ابی، او نیز همراه پدرم در کویت است. هی مدرسة هناک، و در آنجا معلمه است. اذهبت الى الکویت یا محمد، ای محمد آیا تو به کویت رفتگی هستی؟ نعم ذهبت، آره من رفتم. و زمیلک این ابوه، و رفیق تو پدرش در کجاست؟ ابوه فی الیابان، پدرش در ژاپن است. هو تاجر کبیر، و تاجری کلان است. الک اخ یا محمد، ای محمد تو برادر داری؟ در اینجا لک، بعد از لک بدید که اخون آمده شده است، برای همون این را برای عاقل استفاده برده میشه، یعنی لک، له، لی، اینها للعاقل، برای چی می باشن؟ برای عاقل. نعم لی اخ واحد، آره من یک تا برادر دارم، اسمه اسامه، نامش اسامه است. و هو معی هنا فی المدینه النبویه، او همراه من است در اینجا در مدینه نبویه. ولی اخت واحده اسمها زینب، و من یک تا خواهر دارم نامش زینب است. و هي فی العراق مع زوجها، او در عراق است همراه شوهرش یا که همسرش. زوجها مهندس، همسرش مهندس است. اعندك سیاره یا اخی، ای برادرم تو نقلیات داری؟ در اینجا دیده در این چی عنده آمد؟ عنده از لکه یا که له یا که لی، فرقشون است که عندی یا که عنده لغیر العاقل، این را برای غیر عاقل استفاده برده می شود، برای غیر عاقل استفاده برده می شود. مع زوجها مهندس، در اینجا مع ظرف مکان، الاسم الذي بعده مجرور بالكسره، هر اسمی که بعد از مع استفاده برده شود همچون مجرور می شود با کسره، اگر از اسمهای کسره را قبول می کردگی باشد. مع ظرف مکان منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف میگه. نعم نه چی گفته است؟ اعندك سیاره یا اخی، ای برادرم تو نقلیات داری؟ لا ما عندي سیاره، نه من ماشین ندارم. عندي دراجه، رنگ خود مبود است. من چی دارم؟ دو چرخه دارم. حمزه تو عنده سیاره، حمزه چی دارد؟ نقلیات داره، و از ژاپن است و از کجا بودن ما معلوم است. نه نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد. تمریناش هم گیریم، درس همین قدر بود. اکنون تمرین الکلمات الجدیده للدرس العاشر، کلمه های نو برای درس دهم. فتن، الفتا، فتیه، اینها را مفردشان را می نویسید و همچنین جمعشان را و ترجمه مفردشان را.
تمارين مشقها أجب عن الأسئلة الآتية بسوالهاي زيرين جواب ده ما اسمك نامي تو چیست من أين أنت تو از کجا میشی اینها را هر چی که در درس آمدگی باشد در اساس درس جواب میدهید بینید که در اساس درس نباشد درباره خودتان جواب میدهید اگر يعني كي خواهد. الثاني ضع في الفراغ فيما يلي الضمير هو ها. بعضی کسا درباره خودش هم جواب نمیدن میگوید که این ثبت همونجا پهن میشد بعض کجای تاجیکستان بودن هم معلوم میشه میگوید ذکر نمیکنه. نعم ضع في الفراغ فيما يلي الضمير هو ها یعنی در جاهای خالی ضمیری مناسب گذار. هو برای مذکر ها برای مؤنث. مثلا هذه البنت طالبة اسمه زينب صحيح؟ لا خطأ اسمها زينب. نعم. الثالث مشق سيوم هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. 5 سوال و جواب ذکر کن مانند مثال زیرین. عندك قلم؟ نعم عندي قلم. همین طور 5 مثال میگوید ذکر کن. آیدمین بعدی درس من یک خاطر رسون کنید چیزی اینجا کم بوده شده است. الرابع مشق 4 هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. نیز 5 سوال و 5 جواب ذکر کن مانند مثال زیرین. عندك قلم؟ آیا قلم داری؟ لا ما عندي قلم. نه من قلم ندارم. و سوال جوابی مثبت بود این سوال جوابی منفی است. یعنی که گویم خوبتر میشد که گویم جوابی مثبت این جوابی منفی. گفت قلم داری؟ نه قلم ندارم. در بالا چی گفت؟ انا قلم داری؟ آره قلم دارم. و از یادتون نبرد که عنده را در کجا استفاده برده میشه؟ برای غیر عاقل استفاده برده میشود. الخامس مشق 5 بیت. کلمه بیت که از بس که مضاف میشود به ضمیرهای متصل زیرین چی آمده است تنوینش میافتد. بیتون، بیتی، بیتوک، بیتوهو، بیتوها. فهمیدید؟ خب در همه حالت بیت آخرش دیگرگون می شود اگر مضاف شود به همین ضمیرهای متصل غیر از به ضمیر متکلم. وقتی که به ضمیر متکلم اضافه شود دیگه اعراب بیت فقط تقدیری می شود. أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. اسمه زيرين را بمتكلم ومخاطب وغائب وغائبة إضافة بكن يعني مضاف کن که در نتیجه ضمیرهای زیرین چی شوند؟ همچون مضاف الیه شوند. چخیلی که در مثال نشان داده شده است. قلم هذا قلمی، هذا قلمک، هذا قلمه، هذا قلمها. این ضمیرها همشون در حالتی چند جر می باشند. السادس مشق 6 اقرأ بخون لی لک له لها. اینها برای چی هم گفتیم؟ برای عقلا در اصل استفاده برده می شوند. لی اخت واحده من یک تا خواهر دارم. الک اخ تو برادر داری؟ لا ما لی اخ نه من برادر ندارم. اختی لها طفل صغیر خواهر من کودکی معده دارد خرد دارد. زمیلی له اخ و اخت رفیق من یا که همسنفی من یک برادر و یک تا خواهر دارد. نقول عندي كتاب ونقول لي أخ ولا نقول عندي أخ. ما میگیم که عندي كتاب و میگیم که لي أخ و عندي أخ نمیگویم. لماذا؟ برای چی این طور نمیگیم؟ جوابش هم میگید که لأن همین جواب اگر جواب داد همین سوال اگر جواب دادنی شود میگید که لأن الكتاب چی میگید؟ غیر عاقل و أخ عاقل. میتونید این خیلی جواب دادن. السابع مع یعنی همچون ظرف است بعدی وای می آمدگی اسم مجرور می شود مضاف الیه شده. خرج حامد مع خالد.
حامد همراه خالد برآمد. ذهب الطبيب مع المهندس، طبيب همراه مهندس رفت إلى آخره. نعم. الثامن هشتم بیت، بیتک، بیته، بیتها، بیتی. در اینجا یعنی که دو نمود اسم را برایتان ذکر میکند. مثلا بیتون مرفوع است، ابون نیز مرفوع است، اخون مرفوع است. وقتی که مضاف می شود آخرشون دیگرگون می شود. بیتک، البته تنوین داخل نمیشه در بیت. ابوک، اخوک، در اینجا ابو، اخو، اینها از اسماء خمسه می باشد. فهمیدید؟ مرفوع و علامت رفعه الواو نیابتا عن الضامه لانه من الاسماء الخمسه میگید. یعنی 5 اسم در حالت رفع با واو خوانده می شود، در حالت نصب با الف، در حالت جر با یا خوانده می شود. مثلا ابوک و اخوک و حموک و فوک و ذو مال. نعم. در استثناء، اینجا استثناء است. در کدام اسمی که آخرش اگر یای متکلم همچون مضاف الیه شود و اعرابش چی می شود؟ تقدیری می شود. خب بگذار اگر یعنی از اسماء خمسه هم باشد. چند مثال ها می آورد در پایان که ابی و امی فی البیت، پدر و مادرم در خانه اند. این ابوک یا حامد، پدر در کجا است ای حامد؟ ذهب الی السوق، با بازار رفت. اینها رو خوانده ترجمه میکنید. نعم. التاسع محمد، خالد، حامد، عباس، محمود. اینها اسمهای چی می باشند؟ منصرف می باشند. حمزه، طلحه، اسامه، معاویه، عکرمه. اینها اسمهای غیر منصرف می باشند. اقرأ المثال الآتیه واضبط الاسماء الآتیه واضبط اواخرها. اسمهای زیرین را خوانده آنها را حرکت گذاری کن. تنبیه: ضع خطا تحت الاسم المنصرف و خطین تحت الاسم غیر المنصرف. در زیر اسمی که منصرف می باشه یک تا خط کش، مثلا خالدون، و در زیر اسمی که غیر منصرف است 2 تا خط بکش، حمزه تو. فهمیدید؟ اسئله، سوال ها. اذکر تعریف الضمائر، تعریف ضمیرها را ذکر کن. اقلا تقسیماتش ذکر کردن در کار است. اذکر تعریف الممنوع من الصرف، تعریف ممنوع من الصرف. اذکر تعریف لی، اذکر تعریف عندی، اذکر تعریف معی. بکن مع. اعرب ما یتی، عباره های زیرین را اعراب بکن. مع زوجها، هو مريض، ابوه تاجر. این بود. بارك الله فيكم. درس امروزی ما نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.